وقتی معاویه ساز جنگ با امام حسن رو سر و صداش رو راه انداخت و امام حسن اون لشکر رو تجهیز کردن و فرستادن به بیرون مدینه، معاویه اکثر اینها را خرید با پول و وعده به ازدواج و وعده به ثروت و وعده به ریاست فلان منطقه و تمام فرماندهان لشکر امام حسن رفت قربت و مظلومیت اهل بیت و بلکه خود پیغمبر رو بنگرید. و این که قرآن یکسره میگه اکثر الناس لا یؤمنون لا یعلمون لا یتفکرون لا یعقلون لا یشعرون یجهلون. چرا؟ چون یه واقعیت خارجی است. اکثر مردم در هر زمان طالب حق و حقیقت نبودن، الانش هم همینه، تا عصر ظهورش هم همینه. کره زمین به خودش نخواهد دید مگر در عصر ظهور